ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی. پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سلام و درود به کل شما شنوندگان و بینندگان عزیز. یک برادر طریقه سامانه اینترنتی به من یک چیز روان کردند. خواستم که این را در سخن گفته باشم. یک دختری بود، سطر میبست. وقتی که این دختر به کوچه میبرآمد، مردم از این طرف از آن طرف به وی هر چیز میگفتند. روز این دختر به نزد دانشمندی میرود. از دانشمند پرسان میشود: استاد، من سطر میبندم، اما مردم به من میگویند که تو در زنده بودنت منعت را بسته ای، این چی میشود؟ دانشمند در جواب گفت: نه خواهر من، تو منعت را نبسته ای بلکه آنها بسته اند. باید هر یک زن مسلمان، هر یک مادر، هر یک خواهر باید که سطر داشته باشد. مثال عادی را بگیریم. اگر قند بی کاغذ باشد، با وی از همه طرف مگز و ملخ حمله میکند. اگر قند در درون کاغذ باشد، با وی هیچ چیز نزدیک شدن نمیتواند. این را خواستم با یک 4 مصرع شعری استاد در زبان آورده باشم. اگر قندی که کاغذ پیچ باشد، نآید هر مگس دائم سراغش. اگر قندی که کاغذ پیچ باشد، نآید هر مگس دائم سراغش. زنی که همچو قند در حجاب است، تر و تازه بود گلهای باغش. بنده با شما بودم، سید محمد.